دوستان عزیز مسجد قبا مسجد قبا اگر در درون همی در اومده 2 رکعت نماز بخونی ثواب حج عمره را میگیری. ثواب حج عمره یک 2 رکعت نماز در درون همی مسجد خوندن یک ثواب حج عمره انا که ان شاء الله که ایرا وعده پیغمبر مونه وعده خداوند که در مسجد قبا اگر بدون 2 رکعت نماز بخونی ان شاء الله که 2 رکعت درون نماز بخونی حج عمره یک حج عمره را ثوابش چه میگرفته ای عزیز چطوری که گفتیم مسجد اگر در آمده ما انشاءالله که خواهان لایه ما ببینن 2 رکعت نماز تایی مسجد 2 رکعت نماز بخونه انشاءالله که یا که باز یک حج عمره دیگه کنه خواهان راضی باشه اینا کسانی که میان البته که بیان اول همونجا نماز بخونن انشاءالله بعد پیغمبر و این درون مسجد قبا بسم الله الرحمن الرحیم عزیز انشالله که نماز خوندیم انشالله که دوستی عزیزم همراهی در یک مسجدی هستیم برادرها که در این مسجد 2 رکعت نماز میخونده گویا که تو حج عمره کرده این قرب شبی توبه کردم خدا این در جهان یکم مسجدی که بعد از مکه همین آیوخت بعد از مکه همین مسجد همه بزرگان دیگه نماز خوندگی در حق همه دعا کردیم ما در حق همه مسلمانان در حق کلی مردم تاجیک خداوند برکت دین را ایطوری سرتان برساند. الله این دوستان عزیز در زمستان درخت گل داره در مدینه ما باغ خرما رفته استعمال انشالله این باغ خرما را به شما سیمکو کرده نشون میدیم انشالله ما باغ خرما رفته استعمال در سیتا خوریم نصیب کنم شما رو نشان میدیم باغ اینم باغ دیدیم بچه باغ خرما اینم باغ خرما فلاح الكوبري من فلاح الكوبري ان شاء الله که داری باغ ما شما رو بچه کردن نشون باغ دیگه باغ دوستان عزیز اینجا باغ خرما چی جای خرما هست همه این قسمت خرمای مدینه همه نمود خرما در اینجا هست تمام نمود خرما تمام نمود خرما در اینجا هست برادران عزیز چی نمود خرمایی که شما بگید در اینجا هست پیدا میکنی حالا من در باغش با شما رو میبرم اینم باغ میچینه اینجا میبرم میفروشم این زرد این یخی این دوستان عزیز اینجا همان جای خرما زنده باشن این برادران این دوستان عزیز من خواستم که این باغ خرما رو با شما نشان بدم همونجا جای خریدنکش رفتنم ما راستی گپ جانم این خونه رو بینه حیران و بلنگور های ببینیم چی گپش دیگه اینجا باغ خرما بوده اینجا همه خریده است من نفهمیدم ما یا بزرگش رفتیم همونجا دم بزرگ ارزان بوده بفکرم اینجا قیمت‌تر اما بزرگ خوبه
نباشم واجی معروف های کاخی میره کاروان سخاوت اینه کاروان رسیده سمید اینا الکای هم آمده است های شالکی همه پرد اوه سسمی بیچی تمام سریالی تا مدینه رو سریال شکرا حبیبی خیلی سلامت باشه این باغ از شما در نشان میتون تماشا کردم این هم باغ بودن کردش باغ خرما سربلند و خاناباد باشه دوستان ای بالای باغ من شما در نشان میتون ای بالای باغ البته مایل همش سیاگه میکنم شما در میپردم این باغ خرما ها بینید این همش در مدینه ای بچه در مدینه چند باغی که بده اینا من باغا همش در مدینه همین باغای خرما همش در مدینه خرمایی که خمونده میرون میخریم اونا نشانتون دادم که خیلی سربلند و خاناباد باشه بازم در پناه خدا باشد خداوند بزرگ شما را نصیب کنه و بیاین همجوری تماشا کنید سربلند و خاناباد باشه تشکر